اگه بهت بگم بعضی عطرها اونقدر لوکس و گرونن که فقط افراد سوپر خاص سراغشون میرن، باور میکنی؟ نرو. اینجا دقیقاً همون جاییه که میفهمی کدوم 5 عطر افسانه دنیای پرفیوم ها حساب میشن. بزن بریم. اولیش باکارا روژ 540 از کشور فرانسه. عطری که هر کی زده، بقیه از 10 متر اونورتر میفهمن آمدنش و رفتنش یک امضای طلایی داره و یه پخش بوی عجیب، ترکیبی از زعفرون و یاس و چوب که انگار یه جادوی واقعی تو هوا رها میکنه. این عطر سالهاست که نماد لاکچری بودن شده. بعدی اونتوس کرید از بریتانیا. عطری که انگار برای آدم‌های موفق و جاه طلب ساخته شده. بوی آناناس و توس و مشکش مثل اینه که بگی من اومدم، ببینید منو. پرفیومیه که نصف سلبریتی‌های دنیا یه زمانی معتادش بودن. سومیش توم فورد اود وود از ایالات متحده. ترکیبی از چوب عود و فلفل صورتی و وانیل. بویی که هم مرموزه و هم جذاب و هم یه جور حس قدرت آروم و مخفی داره. از اون عطراست که نمیذاره کسی راحت از کنارت رد بشه. چهارمی امواژ اینترلودمن از سلطنت عمان. بویی سنگین و اشرافی و پر از بخور و صمغ و ادویه. این همون عطریه که هر کی میزنه انگار از یک کاخ سلطنتی بیرون اومده. قدرتمند و پرابهت. و اما آخرین عطر، کلایو کریستین شماره 1 از بریتانیا. یکی از گرانترین های جهان. عصاره شاهانه از یلانگ یلانگ و چوب صندل و وانیل. این یکی اصلاً شوخی نداره. یه پرفیوم واقعاً سلطنتی که قیمتش هم مثل شخصیتش سنگینه. اگه بخوای در آینده هم ویدیوهای لوکس، جذاب و پر از اطلاعات ناب از عطر و فشن و سبک زندگی ببینی، همین الان با احترام دعوتت میکنم که ویدیو رو لایک کنی و با هم همراه بشی. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودی.